کشتی فرنگی وزن 97 کیلوگرم که ما هم جای خوشحالی است در این و در سطح جهان و المپیک محمد هادی ساروی رو داریم، چهره نام آشنا با افتخار با اخلاق و کشتیگیری که از خطه استان مازندران شهر آمل تونسته مدال‌های ارزشمندی رو در سطح المپیک و جهان به دست بیاره. بعد از کمکاری و در نهایت حالا باید برتری یک تا اینجا در شرایط تساوی خدمت علاقمندان و دوستان کوچه این نکته رو اشاره بکنم. در این رقابت‌ها قهرمانی اروپا قوانین تغییر کرد به صورت آزمایشی. در شرایط تساوی کشتیگیری برنده است که اولین امتیاز رو دریافت کرده باشه. 1-0 تا اینجا نماینده ایتالیا پیش است. قوانین قبلی به این شکل بود که دوبنده قرمز امتیاز آخر رو میگرفت، اون میتونست برنده مبارزه باشه. حالا به دنبال این است شاید میشه گفت تغییر قوانین باعث شده کشتیگیری که آخرین امتیاز رو دریافت میکنه تلاش خودش رو بیشتر بکنه. در غیر این صورت مبارزه رو واگذار خواهد کرد. 2 دقیقه و 21 ثانیه نماینده نروژ بالدوف از نروژ حریف کاملا در اختیار داره و در نهایت جذابیت مسابقات هم بیشتر خواهد کرد. 1 دقیقه و 30 ثانیه رفته میره که وقت دوم هم به اتمام برسه. تا اینجا هم برنده کشتیگیر ایتالیاست با وجودی که اولین امتیاز رو گرفت. در شرایط تساوی 1-1 هم طبق قوانین آزمایشی اتحادیه جهانی کشتی برنده این مسابقه است. یه طوری میشه گفت تغییر این قوانین باعث شده که کشتیگیران تلاش بیشتری رو بکنن و بتونن امتیازات بیشتری رو به دست بیارن برای اینکه دستشون به عنوان فرد پیروز بالا بره. شبکه ورزش بخش زنده رقابت‌های قهرمانی اروپا در کشتی فرنگی 5 مضروب گذشته اوزان 55 63 73 87 و 130 امروز هم 5 وزن دوم لحظاتی قبل آغاز شد. 45 ثانیه شرایط اساس حفظ نتیجه از جانب کشتیگیر ایتالیا کاخاشویلی از ایتالیا را به دنبال این است با قوانین جدید بتونه با حفظ نتیجه دستش به عنوان فرد پیروز بالا بره. 30 ثانیه اساس بالدوف از نروژ کشتیگیری که هم در مسابقات قهرمانی اروپا سایر رقابت هم حضور پیدا کرده. این نکته هم اضافه بکنم به دلیل اینکه بعد از مسابقات قهرمانی المپیک هست اکثر کشورها اومدن با تلفیقی از کشتیگیران با تجربه به ویژه جوان‌ها که بتونن در آینده بیشتر صاحب مدال و افتخار بشن. ثانیه‌های پایانی و در نهایت با برتری 1-1 با قوانین جدید کاخاشویلی از ایتالیا موفق شد در مسافا نروژ دستش به عنوان فرد پیروز اینجا هم توسط داور بالا میره و با این پیروزی اون به دور بعد راه پیدا کرد. کشتیگیر نروژ هم در صورت فینالی شدن نماینده ایتالیا در جدول مسابقات باقی خواهد ماند.